بکیر خیلی شد که نیامد. اگر خواهید میبینم. هوشیار باشید. زمین می جنبد. این زمین جنبی نیست، این چرخبال است. ما بدوم افتادیم. بکیر با ما خیانت کرد.
میروید. одами халос Сулаймон занг зад. онҳо вохӯрдан мехоҳанд. гуфт ки агар бароямон мусоид бошад онҳо меоянд. گفت کی برای کدام مسئله؟ не وا میخوریم. در اداره با دقت باشید. از پس ما نباید نظارت کنند. کار اجرا شد. جان پولاد، عقر بکیر در راه است. می آید. بیاید. تو از چی این خیل آرام بوده می توانی؟ من چنان عصبانیم که تمامی بدنم می خارد. این کاری بزرگ است. من بعداً عصبانی می شوم جناب خلیل. بعد آن که همه به انجام می رسد. دانستم که همه به آخر می رسد. چی حال داری خلا؟ همه کارها خوبند برادر بکیر. پولاد علمدار به تو سلام میگوید. بیا گذر. سلیمان چرا ایستاده ای؟ پولاد علمدار میگوید که برادر بکیر صبح ساعت 7 بیدار میشود. 7:05 به بسترش قهوه میآورند. قهوه ترکی شیرینیش میانه. خدمتگار زنی که قهوه میآورد سروی نام دارد. تو را به نزدیکی به کار گرفتی. بعد این از ساعت 7:05 تا 7:30 تو روزنامه ها را از نظر میگذرانی. ساعت 7:30 به حمام میروی تا شستشوی کنی. تو 5 دقیقه دست و روی میشویی و دندانهایت را پاک میکنی. تا 15 کم 8 در دوش آب بازی میکنی. 2 بار به مویهایت شامپون میریزی و 1 بار باشد به تنت آهسته آهسته لیف میمالی. مدت 15 دقیقه تنت را پاک میکنی و لباس میپوشی. ساعت 8 از خانه میبرایی و به ماشین رقمش 34 و پ 1998 سوار میشوی. تو 2 ماشین همراهی کننده از پیش و از عقب داری. راننده ماشین پیش احمد نام دارد. به سری مقصد بیا خلا. صبر کن، من اگر نادرست گویم تو اصلاح بکن. اگر علک بدیلت زده باشد من تیزتر میخوانم. ساعت 8:30 تو به اداره می آیی. خوب، انا این روی خط زنگ های تلفنیت. بعد آن که صبحانه میخوری از اداره میبرایی. ساعت 10:15 از طریق خربیه از چهارشنبه بازار میگذری و به بندر قرقویه پایین میروی. انا بین. از بندر ساعت 11 میبرایی و از بشکتاش و طریق گلگشت بربراس به فروشگاه لیورد میروی. وقتی رسیدن به فروشگاه از حرکت نقلیات وابستگی دارد. تقریبا میانی ساعت 11:15 و یا 11:25 و شاید از 11:30 دیر. خلا چی؟ در اینجا روی خط خانه های هست که تو به آن جای ها رفته ای. انا روی خط دوستان و نزدیکانت.
روزهای یک شنبه تقریبا ساعت 10 تو آن سرانده چی نام داشت؟ خوب مهم نیست. به خانه او می روی. او در ناحیه تیلر زندگی می کند. در آنجا شما ویسکی می نوشید و بعدا کارتان را می کنید. بعد این تخمیناً ساعت 2 شب تو می روی. روزهای سه شنبه معمار، چهارشنبه ها شبهای روسی، روزهای پنجشنبه بر وقت تر می آیی. این شب مبارک است. بر زمین از طریق تلویزور یک سلسله فیلم را نمایش میدهند. آن چی نام داشت؟ بس است اکنون بگو که چی میخواستی خلا. این را همه میدانند. همه میدانند. جای ترس نیست. لیکن اگر فرشته مر فهمد تو مردی جنابی بقیر. بران ما پولاد علمدار میگوید بقیر آقا مگر از با روزها مشغول شدن خسته نشده است؟ او چرا به جای لزیا و شورای ما شامل نمیگردد؟ او چرا زیر امریکا دام یک مسخره باز کار میکند؟ خلا تو سال هاست که مرا میشناسی. من به کسی خیانت نمیکنم. بقیر تو نیز مرا کی هاست که میشناسی؟ تو در راه به سمت شله اداره داری که آن را هیچ کس نمیداند. تو آدمان را در کجا عذاب میدهی؟ دفعه گذشته تو اخسکلی را خوب فروختی و با این از امریکایی ها سلاح خریدی. پس تو با خرید و فروش همین خیل مشغول میشوی. انا این را گفتن میخواهم یا اقرب بقیر به آن دنیا میرود و یا با ما کارهای بزرگی را انجام خواهد داد. امکان دیگر نیست. آه توی خوش آمدی. خوش باشید. امروز به من نصیب گردید که با شما ملاقات کنم. شما کاری بزرگی را انجام دادید. طوری که خودتان گفتید ما دیر شناسیدیم، ولی به فکرم این خیلی باورار است. گذارید. اخیسکلی و دسته او بدان افتیدند. خانه ای را که آنها جمع آمده بودند از چرخبال تیرباران کردند. کی زنده مانده است؟ اقرب بکیر. اقرب در پیش من راست نیست. من اگر کشدوم گفتم پس کشدوم. پولاد علمدار. تمام هیئت شورای شما دوستان دیرین مایند. شما باور دارید که همه‌شان مرا قبول میکنند. من آخر چندین سال در طرف مقابل بودم. ما یک آواز و یک مشت داریم جناب بقیر. با کسی که پسند نآید بگذار به نزد طبیب رود و طبابت گیرد. همه کار خوب می شود. ما شبهه نداریم که دوستانمان شما را قبول میکنند. تنها برای حیات شما تشویش میکشیم. منبع این تشویش اندری روبا است. این درست است. او هرچند که به اخیسکلی به تفاوت است، لیکن انتقام ستاندن میخواهد. ما به همه کار آماده ایم تا او را نگاه داریم. من به شما مصلحت میدهم که در یگان جایی با اعتماد دور از اینجا کمی استراحت کنید. من هم چنین فکر دارم. میخواهید ما خانه را آماده کنیم؟ من همه را الکی آماده کردم. خانه که حتی شما هم خبر ندارید. چنین خانه وجود ندارد. تو شاید شوخی میکنی جناب بقیر. نو کونه را خراب میسازد. ما زمین قدیمه ایم خلیل ابراهیم. هیچ روباه برایمان خطرناک نیست. با اجازت شما من میروم.
راه طولانی دارم. راهتان سفید. با شما چه تماس گرفته می توانیم اگر یگان چیزی لازم شود؟ خودم با شما تماس میگیرم. خب خودتان را احتیاط کنید. من تو را گسیل میکنم جناب. تو به این زینه ها با چنین شکم چه خیل میبرایی؟ در هر جایی که تو میگردی من میبرایم. بران محترم جان پولاد، من پیشنهاد میکنم که از درمان دور شد و رو پرانیم. کی را؟ چخل کی را؟ کسی که یک بار خیانت کرد 2 بار دیگر خیانت میکند. این عقرب پگاه به ما نیز خیانت میکند، باور دارم. نمیتواند. چرا؟ چون که روباه او را زنده نمیماند. او پیش از آن که روباه او را میکشد با ما خیانت میکند. روباه اگر خواهی را نکشد خودی او را میکشد. بهترش با عقرب بجنگد نه اینکه با ما. چنان که تو میگویی. من حاضر به سلیمان زنگ میزنم و میگویم که آنها به او دست نرسانند. ها سلیمان، تو در کجایی؟ در کنج مسجدم. به او دست نرسان سلیمان، لازم نیست، برگردید. آیا در پیش مسجد آدمان را کشتن ممکن است خلیل ابراهیم؟ فوراً طهارت میکردیم، نماز آخرین را میخواندیم. چی شده است؟ خوش آمده جناب زیا. خوش باشه جناب داغو. شما گفتید که کار مهم است. گذارید، بشینید. مهم است. در زمان ما دولت بود، ما باشیم فرزندانی او. اکثر بدرفتاری میکردیم، لیکن پدرمان به این چشم میپوشید. حاضر کارها به طور دیگر جریان دارد. دولت پدرمان بودن را بس کرد و ما باید همه را میپرتافتیم. لیکن دیر کردیم. جناب زیا، در دولت دیر نمی شود، تنها بر وقت بوده میتواند. تو چی مشکلی داری؟ مشکلی من این است، من الکی خسته شدم و میخوام که از این کارها دور شوم. لیکن شما میدانید که در ما به نفقه نمیبرایی.
از کار خسته شدم، خراج و قرض باریدن نمیخواهم. من اکنون در پیش دولتمان تنها یک قرض دارم، یعنی اینکه انا همین. اصلا صفیه درست میگوید. اگر در چت ساموئل و یا آدم او به ما یعنی خورخورک پرتاید، بهترش طور وانمود کردن لازم است که ما آن را فرو بردیم. من نیست چونین میشمورم. بگذار فکر کند که من از پسش میروم. او از ما هیچ چیز فهمیده نمیتواند و کاری هم کرده نمیتواند، لیکن ما میتوانیم. او نیز میتواند. او میتواند که تو را رنجاند و ما را نیز. اگر رنجاندن میخواست او این کار را نمیکرد. نرگس، او نقشه ما را فهمیدن میخواهد. پولاد به او خیلی گرم و جوشان مناسبت دارد، لیکن فکر میکند که در پس این چیزه هست. عالی. من حاضر زنگ میزنم و ملاقات این میکنم. نه صفیه، تو زنگ نزن. سر اول با پولاد گپ زن. او به تو میگوید که چیکار کنی و کاری ضروری رو اجرا میکند. در این جزدان کارهای ما در مدت 40 سال موجود است. نظام چخیل ایجاد کرده شده بود و آن چخیل کار میکند تا به امروز کی با چی کار مشغول بود، کی را کشتن و کی چقدر پول دارد. جزدان نیست که به دولت تعلق نداشته باشد. روشن بگوی تو به من چی پیشنهاد میکنی و به عوضش چی میخواهی؟ دولت جزدانهای با تمامی دلیل و عیبنامه ها ندارد. من به شما چیزی پیشنهاد نمیکنم، میدیم. در مورد گورستان به شما نقل میکنم. من به شما جسدها را نشان میدیم. به عوضش چی؟ طوری که گفتم میخوام که از این کارا دور شوم و به نفقه برایم، لیکن نام من لذی است و هیچ کس مرا به نفقه را نمی کند. هیچ کس مرا به نفقه را نمی کند. با دولت معامله کردن لازم نیست جناب زیا. ما به شما این را آموزاندن نتوانستیم. زمان دیگر شده است، همه دیگر شده است. دولت نیز دیگرگون شده است جناب داغو. شما اگر جزدان را گرفتن نخواهید، من آن دولتی را پیدا میکنم که میخواهد. تو چی میخواهی جناب زیا؟ روی راست بگو. خرخانلی بر وقت رفت. من همه آن چیزهایی را میخواهم که از او باقی مانده است. تو را آرام نمیگذارند. اگر ما بجز از تو همه را به حبس گیریم خودت این را میدانی. ما جزدان ها بسیار داریم جناب داغو. من به تو آن چیزی را که میخوایی میدیم. پرونده هایی که به من دخل دارند تنها در دست شما خواهند بود. ما میدانیم که چیکار کنیم جناب زیا. البته همه به من فشار خواهند آورد. من اگر پیوسته نقطه نظری آنها را پرسم جانم. من تو حال با اون باور کرده نمیتوانم که تو باقی حکمت گفتی. از تو خواهش کرده بودم که نگوی الیف. اگر نمی گفتم چی میشد جانم؟ من با اون نگفتم که تو نقل کردی. تنها پرسیدم که چرا مشکلاتت رو با من نگفتی؟ او جواب داد که خاموش شو. چی شرمندگی؟ من او رو نمی بخشم. پولاد رو نیست. پولاد با تو چی بدی کرده است؟ تو کیمچخل سفسطه میگوی الیف. چی کرده است او باید باز چی میکرد؟ مرا در آتش پرتافت و گریخت.
دیروز گفت که زنگ میزند، الکی چقدر وقت گذشت، لیکن او تا حال زنگ نزده است. چرا؟ چون که جناب خیلی بند است. البته من برای ایلوه کردن چیزی ندارم. چرا جناب نظامیدین از پیشنهادش دست کشید جانان؟ ما آخر همراه کار کردن میخواستیم. نمیدونم. چی یعنی نمیدونم؟ شما با او احتمال در مورد من هم صحبت کرده اید. الیف، خودت میدونی که کار کردن نمیتوانی. برای چی؟ تو رو آخر دزدیده بودن یا داری؟ این را او به تو گفت که مرا دزدیدن و برای همین مرا به کار گرفتن لازم نیست ها؟ نه، اما خانم جانان، شما نیز در اینجایید خانم الیف؟ سلام، چی حال دارید؟ من به نزد جانان در آمدم، اما اگر شما بند نباشید با شما هم صحبت کردن میخواهم. البته گذارید. این را تفتیش کنید. عریضه نوشتن لازم است. خوب شده است جناب. اوف. بشینید. جناب نظامیدین، فرصت نیافتیم که با شما صحبت کنیم. خودتان آخر میدونید که من اداره‌ام رو بستم تا اینکه با شما کار کنم. پیشنهاد شما اگر تا هنوز اعتبار دارد، من کار را شروع کردن میخواستم. فکر میکنم که این اکنون غیر امکان است بانو الیف. چرا؟ بانو الیف، خودتان بهتر از همه میدانید. شما اگر در مورد دزدیده شدنم گویید، از این وقت خیلی زیاد سپری شد. باز اینکه کار به پولاد علمدار دخل داشت، نه به من. این وضعیت نیز به پولاد علمدار دخل دارد. ببخشید، من نفهمیدم که برای چی. او نمیخواهد که من با شما کار کنم. اکنون به شما با من یا با یگان کسی دیگر یا اینکه به تنهایی کار کردن هم لازم نیست. برای چی؟ چون که شما اکنون مقامی اجتماعی دارید. شما چون ادوکات عادی کار کردن نمیتوانید. این به همه روشن است که من هیچ گونه مقام اجتماعی ندارم. شما زنی پولاد علمدار هستید و باید طبق این زندگی کنید. من زنی هیچ کس نیستم. من در مورد حجت‌های رسمی نمیگویم، حقیقت را میگویم. تشکر به شما. شما مرا شرمنده نکرد. اکنون استراحت کنید. با خودتان مشغول شوید. اکا به زودی جواب می آید. شاید هوشیار خواهیم بود. من به شما نگفتم که هوشیار باشید میمتی. گفتم که استراحت کنید. به طرف خانه ارهان روید. ارهان بگذار به برادرانش سیر و گشت و استراحت تشکیل کند. اکا بخشش میپرسم، یک چیز گفته میتوانم؟ بگو عزیزم. شما از بلندی مقامتون احتمال آنقدر خوب نمیدونید که این رفیقان چه رفتار میکنند. من با همه میتوانم که با مرگ به کنار عالم و به همه جا بروم، لیکن در زینه پایه حیات اجتماعی من با برادرانم در یک موج بوده نمیتوانم. چرا ارهان؟ ما نیز این را طلب نمیکنیم. به طرف خانه میرویم. طرف خانه بیرون شد، به نشان تشی میرویم. من به شما فهمونیده توانستم اکای پولاد؟ عیب است ارهان، عیب است. حیات اجتماعی تو را مشوش گردانیده است. دیگر هرگز به برادرانت خیانت نکن. اکا عبدالحی نآمده است. او را به کاری فرستادم میمتی. ارهان، اکا همون سبق داد. تا به مرگ همه همون یک جایه ایم. مرا با دقت گوش کنید. این طور رفتار کردن لازم نیست و مخصوصا خفه کردن زنان. جناب داغو گفت که این به شما تعلق دارد.
شما باید همه را بیاموزید و با ما خبر دهید. ما بعد این نقشه عملیاتمان را فکر میکنیم. فهمو. پولاد علمدار به اداره ابراهیم اخیسکلی هجوم کرده خانه را از چرخبال تیرباران کرده است. موید تورگوت و جانباز صدری کشته شدند. اخیسکلی نیز. اقرب چی؟ او در آنجا نبوده است. احتمال رفته است. اگر آتش سر زد و اقرب خودش را از آن نجات داد، پس او آتش زده است. یحیی، انا بفهم او در زیر سنگ پنهان شده است. در بالای آن که ایستاده است. وی من این رو زیاد میخواهم. من اگر همیشه در پهلو باشم همه آن چیزی رو فهمیده میتوانم که او در گذشته کرده است. با خزینه ها؟ بله. صفیه، تو دیگر هدف داری. میخواهم که تو با این خزینه یگان کار ارزشمندی رو انجام بدهی. خزینه میتواند که هر گونه بازی ها انجام دهد. آن را میتوانند که به دیگر مقصدها استفاده برند، لیکن آدمانی که به کمک نیاز دارند از تو دستگیری را انتظار خواهند شد. اگر راستش رو گویم من نیست. من به این آماده‌ام. چون تو به این کارها وارد شدن میخواهی، بعد به من نقل میکنی که آنها چه خیل کار میکنن. تنها یک راه هست. ساموئل به تو کمک خواهد رسانید و تو به مردم کمک میرسانی. اگر توانیم یگان کار را حل میکنیم. باوری داری که ساموئل به ما یگان چیزی میآموزاند؟ تو میآموزی صفیه. من باور ندارم که او به این کار دخل دارد، اما فکری خزینه را راهبری کردنت مرا شاد گردانید. من به ساموئل زنگ میزنم. اکام بند است. او در جلسه است میمتی؟ قریب. قریب یعنی چی؟ خواهر تو انتظار میشوی یا بعد میآیی؟ با اکام چی گویم؟ من انتظار میشوم جناب میمتی اگر شما زیر نباشید. تشکری زیاد. شما چی حال دارید؟ خوبم. ساموئل، خزینه‌ای که قراخانلی اداره میکرد در چه حال است؟ بعد مرگ محترم قراخانلی کارها کمی سست شدند، لیکن خزینه نیروی پیشینه‌اش را دارد. من طبق وکالتنامه خزینه را اداره میکنم، اما دیرکتور انتخاب نکرده ایم. میخواهم که خزینه را صفیه قراخانلی سربری کند. البته چه خیلی که شما خواهید. شما البته میمد هم طبق وکالتنامه اداره خواهید کرد. تجربه و دستگیری شما به بانو صفیه برای پدرش رفتن کمک خواهد کرد. با ممنونیت. او به زودی نزدتان میآید. برای توجهتان تشکر. انتظار میشوم. روزی خوش به شما. روزی خوش. خدایا چی گپ است؟ گوش میکنم جناب. وقتی که بانو صفیه آمد او را فورا نزد من آرید. بعد رفتنش به جناب نظامی‌دین گویید که با او واخوردن میخواهم. رسانید که خیلی مهم است. خوب جناب. جمع اومد همین است. تشکر. من میروم. بعدا صحبت میکنیم. صحبت میکنیم. تو در اینجا بودی الیف؟ چرا ندر اومدی؟ شما را تشویش ندادم. من خفه شدم، لیکن حاضر باید بروم. حتما به من زنگ بزن. خوب؟ من به تو باید بعضی چیزها رو نقل کنم. زنگ میزنم. افسوس میخورم. در حقیقت سخت افسوس میخورم. من زنگ زدن میخواستم، اما ما صحبت کرده میتوانیم پولاد؟ و یا به طوری که شما میگویید من و شما مجلس گذارنده میتوانیم؟
боз паёмак ҳам менависад вақте ман дар паҳлӯяш ҳастам. ту ба кӣ паёмак менависӣ? кадом паёмак? пуло, ту бо телефон чӣ кор кардӣ? беовоз кардам то ки дар маҷлис касе халал нарасонад. чаро ту бо ман чунин муносибат мекунӣ? ман чӣ кори бад кардам? пуло, ту маро сахт меранҷонӣ. ман бо ту гап задан намехостам, аммо баъди суханони ҷаноби Низомиддин тоқат накардам ва омадам. ту ба назди ҷаноби Низомиддин рафтӣ? ба ту паёмак омада истодааст. пуло, ту мегӯӣ ки занг мезанӣ вале занг намезанӣ. ман занг мезанам лекин ту ҷавоб намедиҳӣ. чунки ту мегӯӣ меоям вале намеоӣ. худат охир медонӣ ки ман кор дорам. дуруст. ман бояд ин ҳама корҳоро донам. нима шаб ба ту паёмак менависам. тоқат кунам то кай одамонат маро янга меноманд. ва ҳатто ҷаноби Низомиддин гуфт ки ман зани худи пулоталиндор ҳастам ва набояд кор кунам. ин ҳамаро ман бояд тоқат кунам. тасаввур мекунӣ ки чӣ қадар барои ман мушкил аст? ту оё нагуфтӣ ки зани ман нестӣ? маълум мешавад ки ӯ дар бораи воқеият мегӯяд, на ин ки аз муҳри расмӣ. ҳақиқат дар он аст ки ба ту паёмакӣ омад ки ман худамро ҷамъ карда наметавонам. мебинӣ ки дар он чӣ навиштаам? ту ба паёмакҳои ман чӣ кор дорӣ? ана ту чӣ хел ба гап дар омадӣ. ман чӣ хел ба ту бовар кунам, Пулот? ту ба инсон чӣ хел таъсир расонданро медонӣ. ман албатта шомро ба ту сипарӣ кардан мехоҳам, лекин ту меоӣ. тафтиш кардан мехоҳӣ? чиро? бегоҳ шумо омода шавед Элиф. ман меоям. ба ман ваъда бидӣ, Пулот. ману ту бояд ҷиддӣ суҳбат кунем. ин маро ба ғазаб меорад, падар Умар. агар инро акаи Пулот намекард, ба худо ки ӯро мекуштам. ту ӯро ака меномӣ, чаро бо ӯ гап намезанӣ? ман низ ҳаминро мегӯям. биёед равему суҳбат кунем. ӯ бошад рад мекунад. ман пешниҳоди суҳбат кардам, баъд гуфт, маро ҷавоб дод. вақт ки дошта бошӣ ба идорааш бирав ва интизор шав. онҳо гунаҳгоранду мо дар паси дар интизор шавем? туро гунаҳгор меҳисобӣ. умар падар, шумо бояд ин корро иҷро кунед. ман ба ин кор дахолат карданӣ нестам, писарам. ту худатро оқил меҳисобӣ. пас биёед худатон равед. агар ягон ҷои касе дард кунад, пас бигзор дору нӯша. балозанат, як бор дар мағоза кор кардан хостам то пул ба даст орам, лекин насиб накард. рафтем. тапончаро инҷо гузор. дар онҷо ҳама чиз рӯй доданаш ҳам мумкин. ту бо худат силоҳ мегардонӣ? ба ман акаи Пулот дода буд, падар Умар. барои апаам. ана ин кори хуб. молро ба соҳибаш бармегардонӣ ва якбора ҳамаро ба ӯ нақл мекунӣ. он чӣ ки дар камараш мегардонад ӯро ташвиш намедиҳад, Умар падар. танҳо он чизе ташвиш медиҳад ки дар дилаш аст. ана гапу кор лазия моро нес кардан мехост. ҷаноби догу хабарро интизор аст. мо чӣ кор кунем?
به نفقه برآمدن میخواست. آیا در محبس امن است؟ این را بگیر عبدالحی، بگذار لزیه را به حبس گیرد. باقی مانده را ما خودمان درست میکنیم. عالی. پسرم، ما در اینجا مدتی طولانی خواهیم زیست، نخواد که ما تنها باشیم. اکا گفتید که کسی نفهمد؟ من گفتم که هیچ کس نفهمد، لیکن نگفتم که ما تنها بمانیم. خوب شده است اکا. تنها روس نباشه. خوب اکا. روس ها به دلم زدند. خزینه ایمپاتیا مهمترین خزینه پدرتان بود. دایره تاثیری اون تمام قشرهای جمعیت است. پدرتان از این حلاوت میبرد. کمک به یتیمان، زنهای ناتوان، معیوبان، لایحه ها برای مکتب ها و بسیار چیزهای دیگر. این مرا سخت به هیجان میآورد. چرا من خزینه ای رو که پدرم بنیاد گذاشته است پیش نبرم؟ من هم شاد شدم که به این توجه کردید. چخیل به این قرار آمدید؟ من برای پدرم بعضی کارها کردن خواستم. قرار دادم که کارش رو دوام دهم به جای اون که درباره مرگش فکر کنم و به فکرم پیدا کردم. من همچنین فکر دارم. پولاد علیمدار پرونده زیا یلمز را فرستاد. او دانا است، خیلی دانا. چیکار کنیم جناب؟ لزیا را به حبس گیرید. باز چیکار هم کردن ممکن؟ پرونده را به پروکراتور اسپار. با خدمات امنیتی صحبت بکن، او را بگذار به محبس اندازند. خیر چی؟ من میروم، شما آرامانه صحبت کنید. فکر میکنی که تو ما رو تشویش میدی؟ نه، او میتواند که شرم کند و مشکلش را نگوید. نه، این چی داخل دارد؟ خب مایلش بگوی. این کس هزارها کار دارند، وقتی با ما صحبت کردن هم ندارند. گوش میکنم ارهان. اکا تو با اپای من چیکار میکنی؟ یعنی؟ خانه ای رو اجاره گرفتی، همراه زندگی میکنید. این چی گپ است؟ با ما نقل میکنی؟ ما همراه زندگی داریم؟ اکا گپ رو کشال ندی. تو مگر با اپات زندگی نمی کنی؟ نه اکا، دیگر زندگی ندارم. تو آن کاری رو نمی کنی که من به تو فرمودم و باز از من حسابات میپرسی ایرین. نه اکا، این حسابات نیست. من طاقت ندارم. همه او رو ینگه مینامند. این کار چنان دارد. این طرف نامیده می شود. من
به تو، اپت، مادرت امکانی در یک خانه زیستن را دادم. تنها با یک سبب، بی خطری. تو دیدی که من در آن خانه زیسته باشم. به من جواب بده هرن. نه یکه، ندیدم. اما اپا همچنین فکر ندارد. اپت زن است. البته اینطور فکر نخواهد کرد. لیکن تو و من مردیم. من هیچ کاری بدی نمی کنم. من تنها یک فکر دارم که تمام نزدیکانم در امان باشند. تو درست میگویی، لیکن جوانیز حق است. دختر مثل که معشوقه شده است. میان شما یک علاقه نامعینی هست. بگو که این همه با چی انجام یابد تا اینکه آدمان آرام شوند. کار اینطور به آخر می رسد. علی یک روزی بر می گردد و الیف قرار می برارد. راه دیگری نیست و نخواهد بود. تو حق هستی. اپا هم دیگر درباره علی فکر نمی کند اکا. و حتی درباره ما هم فکر نمی کند. باز کدام علی؟ علی چی؟ او شاید بر می گردد و یگان چیزی دیگر می گوید. او مگر با آن ارزنده نیست که شما او را گوش کنید؟ اکا، بهانه می بافی. حتی من هم با علی مثل پیشتر معاشرت کردن نمی توانم. این نوبت ایرین حق است. من از خودم چیزی نمی بافم دوستان. من در دستم یک سبد تخم دارم. در لبی جر قدم می زنم. مرا مجبور نسازید که سبد را از دست افتانم. شما باید ساموئیل رو میشنیدید. میدونید که او چی گفت؟ من چگونه تصمیم گرفتم که در خزینه کار کنم. صفیه، تو اگر دیگر مقصد هم داشته باشی، من میخواهم که تو با این خزینه کارهای خوب رو انجام دهی. مادر، تو به پولاد زنگ زدی؟ نه، برای چی؟ شما هر دویتان یک گپ رو میگویید. پیشم چنین بود. شاید میان شما رابطه هست و ما نمیدانیم. او پولاد رو از تو و من بیشتر دوست می‌دارد. با کدام سبب؟ تو چی نام داری عزیزم؟ جانسو. جان من. چاک 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 چاک. سالی 1964. اوهو، من اون وقت هنوز به دنیا نامده بودم. پدر و مادرت آن وقت تنها واخورده بودند. عزیزم، به مصر مال انتقال میدهم. من در جستجو قرار دارم. برای همین با کشتی شنا کرده میروم. سخت مست شدم. در اطرافم تنها مردهایند. به این عادت نکردم. برای همین قرار دادم که هوای تازه نفس گیرم. به صحن کشتی هواخوری برآمدم. بعدی چند کپیتانی حکم آمد. پرسید که به کجا نگاه میکنید؟ من گفتم که به بحر می نگرم.
و ماهیچه مدینه رو دیدن میخواهم. بعد فهمیدم که هیچ کسی رو نمیبینم. چک 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 چک. پدر تو در برای کارهایت نقل نمی کنی؟ با زودی میفهمی نسرین. تو با پولاد بازی میکنی؟ من با همه آنهای بازی میکنم که در پشت من بازی میکنن نسرین. اگر با پولاد نیتی ضرر رساندن داشته باشی نوابسته به پوست، من زیدی تو میبرایم پدر. اینطور باشد جایت را عوض کن نسرین. عزیزم من در بستر خوابیدن میخواستم. صبر کن جانم، حالا می نوشیم. بعد می نوشیم. رفتیم. صبر کن آخری. رفتیم. بعد می نوشیم. رفتیم. میرویم. خوب عزیزم، میروم به هر کجا که خواهی، به همانجا میروم. عزیزم جانم، آهسته دستم را گیر. من این را از دولت گرفتم. جناب زیاد دیوانه شده است. میدانستم که او یگان کاری میکند، لیکن نه به این اندازه. او حجت ها را به کجا برده است؟ به شرق. با او تماس گرفته اید؟ به من خبر دادن لازم بود. من همه را تخت و درست میکردم. خوب میدانید که من علاقه های خودم را دارم. لزیا حاضر مثل ماهی است که به دام افتیده است. همه از این ماهی پارچه کندن میخواهند. ما بعداً چیکار خواهیم کرد؟ من از شما یک خواهش دارم. شما چون ادوکت با لزیه در محبس واخورید. او را باور کنانید که خاموش باشد تا زنده بماند. هرچی هم باشد من نمیخواهم که او بمیرد. من فهمیدم. تو حمام نمی کنی؟ با چه خیل حمام؟ به غسل ممکن نیست. پس برو غسل بکن. تولد شدی باید غسل کنی. مردی تو را میشویند. پیشتر هفته یک بار به حمام میرفتم. تمام. بشوی شوی شوی. فکری خوابیدن نکن. وعده میدیم که به تو نمیخوابم. کشدم و قورباغه باره در ساحل دریا میخورند. کشدم به قورباغه میگوید که مرا به پشت سوار کن و به آن ساحل ببر تا این که من هم گذشته توانم. قورباغه جواب میدهد تو طاقت نمیکنی، مرا نیش میزنی. کشدم میگوید من اگر تو را نیش زنم تو غرق میشوی و من هم غرق میشوم. تو را هرگز نیش نمیزنم. خوب میگوید قورباغه و کشدم را در پشت سوار میکند. آنها تا نیمی دریا شنا کرده میروند. کشدم طاقت نمیکند و قورباغه را نیش میزند. قورباغه به او میگوید تو آخر قول دادی. کشدم جواب میدهد که این طبیعت من است. او کار هم کرده نمیتواند عزیزم. من هم
دیگر طاقت ندارم. شما اگر چون شاهد آمده باشید گذارید، من در اینجا همه رو به شما نقل میکنم. لیکن اگر چون گمان بر شده به حبس گرفتن خواهید، پس چرا؟ این امر جناب پرکرار است. شما گمان بر شده اید. مرا به چی عیبدار میکنند؟ تشکیل کردن گروه جنایتی و کشتاری آدمان. شما امر کشتن آدمان را دادید، زوری و تهدید کردید، با صادرات غیر قانونی به فروش سلاح مشغول شدید. خوب فهمیدم. پرونده در دستی شماست. یا چیزهایم را غندار و نانم خوش کن. او هم با ما می رود. چی؟ نسرین، پس تو آنها را خشک میکنی؟ برای یحیی نیز کمی خوش کن. من بعد جناب نظامی‌دین خبر میدهم. خبر ده. آمدی بلبلکم؟ آمدم. بیا در پهلویم بخواب. من باز دیگر خصوصیت های شخصی دارم، با تو بگویم؟ بگوی. آیا میدونی که مرا برای چی کجدم میگی؟ چرا؟